Kalau tak apa-apa kayak gue, Rene Mudun. Betul Ki. Dia sebetulnya minta dilepas. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Malah loh Ki. Bukti kebukin ngomong malah ya. Iya, iya. Salah. عاشقای دنیای وحشت سلام. ویدیو امشب از همون اندونزیایی است. 6 هفته از ویدیوهاشو آماده کردم که میرسه به یه سری موجودات جدید و اینکه من تحقیق کردم اون مرده‌های کفنپوش توی اندونزی بهش میگن پوکونگ که ریشه توی فرهنگشون داره و خیلی هم بهش اعتقاد دارن، به قدری که الان جدیداً پلیسشون برای مقابله با کرونا یه تعداد از نیروهاشونو یه کفن تنشون کرده. حالا نه به اون شکلی که توی این ویدیو میبینید، یه چیز ساده‌ای تنشون کرده، به صورت مخفیانه تو شهر گذاشته که مردم اونا رو ببینن بترسن، از خونه‌هاشون بیرون نیان. یعنی انقدر اینا از این موجود میترسن و بهش اعتقاد دارن. و اینکه من وقتی که داشتم ویدیوهاشو میدیدم، یه ویدیو داشت این آقا که توش نوشته بود که داخل جنگل جن دیدیم، جن برخورد کردیم، احضار کردیم، یه همچین چیزایی به جن اشاره کرده بود. اما اون ویدیو پایین ترین بازدیدو داشت، یعنی اصلا اونا به جن اعتقادی ندارن، تمرکز اصلیشون رو همین پوکونگه. و یه آقای دیگه هم بهتون گفته بودم که اونم میره داخل جنگل شبیه همین پری و افریته و اینا احضار میکنه. از اونم یه ویدیو گذاشتم، منتها آخرین ویدیو پری و افریته احضار نمیکنه توی این قسمت، از همین پوکونگاز، منتها کفنشو باز میکنه، کامل نشونش میده. اونو گذاشتم آخر، کسایی که دوست ندارن میتونن نگاهش نکنن. اون آخرین ویدیوه که قبلش هم بهتون میگم، کسی اگه دوست نداشته باشه اونو نگاه نکنه. اگه تا الان تو کانال سابسکرایب نکردی، اون دکمه قرمز سابسکرایب یا مشترک رو بزن تا هر روز فیلم‌های ترسناک ببینی. لایک و کامنت هم حتما برام بذارید خواهشاً، برای حمایت کانال احتیاج داریم به این لایک و کامنت ها. و اینکه جدیداً یوتیوب نوتیفیکیشن ها رو خیلی کم داره ارسال میکنه، پس اینستاگرام من که آدرسش این بالا هست و فالو بکنید. من قبل از ویدیوها یه استوری میذارم اونجا، چند ساعت قبلش مطلع میشید، بیاید ویدیوها رو ببینید. بریم با همین فیلم رو ببینید. استغفرالله. تمام این ویدیوهایی که براتون گذاشتم اولاشو حدود 20-25 دقیقه شو من براتون زدم که توی جنگل داره میگرده، یه جاهایی نشسته داره یه سری دعا میخونه، یه سری اعمال انجام میده که بتونه اینا رو ببینه. Kelihatan jelas Ki. Ini rumahnya. Jelas. Dia itu sering ini bawah kan jalan setapak ya. Iya betul. Dia itu sering ketawa-ketawa di sini Lam. میبینید اون بالا روی درخت انگار یه چیزی نشسته. Mudun. Mudun. Wah, tutup. Ini nggak apa-apa ya center Ki? Ojo karo kan terus flash ya. Flash Ki. Oke. Flash ketok ora? Ketok Ki, jelas. Ketok. Ketok. Maju neh ya. Bismillah. Ora apa iki ora apa iki lah. Pur piye ya? Ayo. Kene maju neh. Ketok ora betul. Ketok ora? Ketok Ki. Ketok aja karo senter mesake. Oh alah kowe nduk masyaallah. اون پریایی که اون آقا میگفتم احضار میکنه یه همچین شکلیه، Mudun ora? یعنی مثل این میمونه.
Tuh, ora gelem lah. Nggak mau turun nggih? Wedi kayak karo aku. Ora tak apa-apa kare rene mudun. Rene. Ora tak apa-apa kayak kowe rene mudun. Takut ya, Ro? Astagfirullah. Terus piye karepmu karo aku? Hah? Pindah ke ya? Ya? Mau nggak Ki? Nah belum. Astagfirullah. Ini bahaya bagi warga Ki? Enggak sih Lam, dia itu enggak bahaya Lam sebetulnya. Cuman iya ya. Yang bahaya gini loh, yang bahaya tuh. Dikala dia lagi menakut-nakuti. من آماری که در آوردم در مورد اینا به این شکل نیستش که بری تو جنگل اندونزی بچرخی همچین چیزایی رو Oh ببینی. iya, betul Ki. اینا یه سری گروه های خیلی خاصی هستن، تعدادشون هم خیلی کمه، نفراتی که این کارو دارن انجام میدن. قشنگ مثل هندی‌ها ریاضت های خیلی زیادی کشیدن، خیلی اعمالی انجام دادن، اطلاعات خیلی بالایی دارن که میتونن این موجودات رو احضار بکنن و ببینن. اون لحظه هم که اینا رو احضارشون میکنن تحت کنترل اینان، یعنی این آقا خیلی صداشش میومد. Mudun. Iya karemu. Takut ya lah. هدفون بذارید. داشتم میگفتم این آقا قدرت خیلی بالایی داره، انرژی خیلی زیادی داره. Kata ya. Abdi unboxing abdi lilin piye Lam? Ora bopong go mudun. Susah. Lam. Iya Ki. Besok saya dengar lagi kamu di sini ada huru-hara. Saya datang ke sini nggak pakai lama kamu. Ya. Ya. Manut ya. Manut. Manut lah. Nurut kan? Saya boleh mendekat Ki? Sok, jajar. Bismillah. Bismillah. Kemudian dekor center. Flash kan cahayanya ora. Astagfirullah. Sok, ora apa-apa sok. Ndak. Dekati lagi sok. Sok. Terus. Apa ben penonton ngerti loh. Apa? قیافش میتونید ببینید؟ Iya Ki. Pucat gitu. Pucat ya. Terus ya. Nurut ya. Bila mana besok lusa suatu saat nanti saya dengar warga sini takut karena ada kamu di sini, saya langsung datang ke sini. Saya nggak pakai lama. Tak bawa pulang kamu. Kamu udah piring lah. Iya. Manut? Ya? Mundur. اینم یه کلیپ دیگهشه. اینجا میرسه دوباره به یه دونه از همون پوکونگا. اینم دوباره یه شکل خاص دیگه ای داره. از این آقا خیلی استقبال شد. ویدیو اولی که گذاشتم یه تعدادی از دوستانم کامنت گذاشتن، نوشتن که اینا ساختگی فیک، نظر از اینا. این پوکونگا. من یه نکته بگم، کسی که میره پول میده میره سینما میشینه فیلم کانجورینگ رو میبینه میدونه که این فیلم ساختگیه، ولی داره به حتی بابتش پول میده به خاطر اینکه میخواد یه تایمی لذت ببره. فیلمی که 100 نفر پشت دوربین هستن. برای من مهم نیست این فیلم ها ساختگیه یا واقعیه، مهم اینه که یه تایم نیم ساعته 40 دقیقه دور همدیگه لذت ببریم. حالا میخوایم بترسیم، میخوایم لذت ببریم، هر چیزی یه تایمی بگذرونیم. پس دنبال این که کی کارش واقعیه کی ساختگیه نباشید، لذت ببرید، وقت زندگی کنید. Ini Ki.
این آقا هم اگه کارش ساختگی باشه باید براش احترام گذاشت، چون خیلی هزینه داره میکنه. این گیریما اگه ساختگی باشه دارم بهتون میگم، این گیریما درست کردن این شکلا، حالا عروسک یا هر چی کس، کار هر کسی نیست. یه نفر یه کامنت جالبی گذاشت، گفت البته ما تو سینمای خودمون ستایشو داریم که گیریمش خیلی قوی تر از ایناست. پس دنبال این چیزا نباشید، یه چیز جدید ببینید، لذت ببرید. betul ki. اینو برای اون دسته دوستانی گفتم که میگفتن ساختگیه. من حرف من این نیستش که این ساختگیه، من نه میگم ساختگیه نه میگم واقعیه. من میخوام یه تایمی لذت ببرم، همین. besar tadi yang saya katakan tadi. Betul ki. Lihat dong. Ya kan? Ini sangat mengerikan. Allah. این یکی کلیپ هم خیلی طولانی بود، من خیلی جاهاشو براتون زدم. نگاه کنید چی احضار کرده. این موجودی که احضار کرده خیلی قدرت زیادی داره. من این ویدیو رو به چند نفر نشون دادم، نظرشون این بود این موجود همون میمون ابانوخه. حالا ببینید. این شاید یکی از بهترین کاراش بوده باشه. صداشو میشنوی؟ این انگار فرمولش تو این شمع روشن کردن است. وقتی شمع روشن میکنه اینا یه جورای دیگه ضعیف میشن، بی حرکت میشن. قد کوتاهی هم داره. Tak pindah ke kowe ya. Ben sadar kowe, ben insaf kowe. Ora urusan karo menungso. Melanggar hukum kowe. من یاد اون داستان رو انداخت که توی کانال گذاشته بودن، یه آقایی میمون دیده بود تو خونش که کچلوار قرمز گفتنش بوده. اینجاهاشو من زدم، خیلی طولانی بود. این قسمت میمونه میره یه هم پشت. توی آتیشه میمونه، توی آتیشه. Allah.
استغفرالله. طرف غیب شد، این میمونه اصلا غیب شد. Nah dia lah. Kari. Senjata makan tuan. Astagfirullahaladzim. قشنگ انگار که یه انرژی خیلی زیادی از این گرفته. الان یکی دو دقیقه آتیشو نشون میده. میخواستم اینجاها رو حذف کنم اما آتیشه رو دقت بکنید، آتیشه خیلی جالبه. ببینید از این زاویه ببینیم. جالبی این آتیش اینه دور تا دورش علفه، بالاخره جنگل دیگه، جنگل آتیش میگیره، اما این آتیش نه کم میشه نه زیاد میشه. اینش برای من خیلی جالب بود، برای همین گذاشتم باشه که ببینید. اون قسمت قبلی هم که کات خورد این همین شکلی روبروش بود، داشت نشونش میداد، بعد یهو میره عقب، که میره عقب دیگه من کات دادم این شکلی میشه، بعدش میاد میره سمت آتیشه، یعنی میاد و آتیش درست میکنه. من فکر میکنم توی این احضار کردنش به مشکل خورد، یعنی اون کاری که میخواست انجام بده نشد، برای همین الان اینقدر حالا مشخصه که ناراحته، داره افسوس میخوره. چون همین یه دونه بود تو ویدیوهاش که همچین چیزی احضار کرده بود، یعنی انگار بعد از خیلی مدت زیادی تونسته بود اینو ببینه، برای همینم الان انقدر ناراحته. Oke. Hah? Ini nggak apa-apa, Ki. میبینید آتیشه اصلا نه کم میشه نه زیاد. این یکی ویدیوهاش هم خیلی جالبه. اینجا یه دیو احضار میکنه که شکل دیوم حتی با اون دیوی که اون قسمت قبلی دیدیم فرق میکنه. صداشو شنید؟ اونها شش. Zoom lắm, zoom. Zoom. Astagfirullah. Cek ya. Kalau nonton. Tak kunci sih. Tak kunci sih. قشنگ معلومه دیوه، هیچ چیز دیگه به این نمیشه نسبت داد. Allah.
Allah Akbar. Allah Akbar. عجب چیزیه. Allah. یه نفر یه نظر جالبی داده بود توی کامنت ها، نوشته بود که اینا کارشون غیر قانونیه، یعنی تو کشور خودشون، برای همین صورتشون ماسک زده که مشخص نشه، چون داره انتظار احضار میکنه. فکر نمی کنم به خاطر غیر قانونی بودنش باشه، شاید به خاطر این باشه که مردم عادی از دیدنش وحشت نکنن، چون تو خیلی از کشورها اصلا این چیزا اهمیتی نمیدن که بخوان قانونیش یا غیر قانونیش کنن. Allah. شمعشو که روشن میکنه ببینید اینا آروم میشن. Allah Akbar. ویدیوهاش هیچی کات نداره، میبینید کات میخوره من کات میزنم اینا رو. Tinggi banget lah. Tinggi banget lah. Dia masih gerak ya? Iya dia. Allah. خیلی انرژی میخواد بتونی این موجودات رو یه جوری بگم تو تسخیر خودت بگیری. Coba. Aku tidak. این ویدیوش هم خیلی جالبه. یه موجود جدیدی بهش میرسه که نمیشه بهش رو از اون پوکونگا باشه. و اینکه در مورد تموم شدن ویدیوهاش بهتون بگم، عمده ویدیوهاش که میخواد تموم بشه خودش میاد عقب، یه خود فاصله میگیره که اون موجوده توی تاریکی هست دیگه نمیبینیمش، میره تو سیاهی. این شکلیه تموم شدن ویدیوهاش، 90% اینجوریه. Tenang lah, udah tak perisai ini. Dia sudah nggak berdaya. Iya, dan ini lokasi udah tak perisai. Tenang aja, kamu yang tenang. Kakak-kakak itu nggak bakal nyerang lagi. Udah tak perisai lah. Atur lah. ناشش Manut ya untuk, manut ya untuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tangan dong, tangan dong.
Betul jelas Lam? Jelas lah Lam? این خیلی جالبه، اصلا نمیدونم بگم این چیه. البته یکی گفت این ممکنه عجوزه باشه، حالا نمیدونم. Dia kesakitan Lam, dia kesakitan Lam, dia kesakitan. Mukanya kok. Dia kesakitan Lam. Kenapa ya? Dia ampun, dia minta ampun Lam. Dia kesakitan, tapi tetap saya harus pindahkan dia Lam. Ini harus diselesaikan, harus dibersihkan Lam. Kamu harus nurut sama saya ya. اینا رو که میاره Pindah kayak kamu. به چند دسته نورد یا؟ میشن. یه تعدادیشونو خود این بهشون بخشو احترام میذاره، من یه ب- تعدادی هم بهشون بایسته دستور میده. من این الان داره بگم. بهش یه دستور میده، Hah? داره ازش یه چیزی Langsung میخواد. ya. Apa mau dipotong انرژی این berat انگار badan, خیلی biar puas? بیشتر از اوناست. Takutnya mbak jenggot ini malah. Makanya itu. مثل اون دیو بخشو قبلیه یا؟ که تو یا؟ قسمت قبلی ازش میخواست تو بره اول. براش گنج بیاره، طلا بیاره. اینا هم احتمالاً همین کارا رو میکنه، اینا رو میاره از یه سریاشون یه چیزایی طلب میکنه. Ke sana lagi Lam. چراغش رو روشن کرد رفت. و یه نکته جالبه دیگه برای شمعاش، این برای هر کی یه شمع جدا روشن میکنه، یعنی امکان نداره یه شمع تکراری دوبار روشن کنه. Dengar gak Ki? Lam. Ya, Kita sekarang pulang aja. takut saya Ki. Kita take off aja dulu. الان احساس کرد که هنوز همینجاست، برای همین شمع رو خاموشش کرد. این ویدیو آخرین ویدیویی که از این آقا گذاشتم، Kukur. ویدیو بعدی از همونیه که گفتم کفن اون پکونگر رو واز میکنه. این ویدیو هم خیلی جالب بود، چون جالب بود براتون گذاشتم. این داره تو جنگل میرسه به یه آدم جنگلی، حالا یه محلی یه چیزی احسا نمیکنه. این یه مقدار اینجاش جالبه است، نه هیچ ترسی داره نه هیچ. این قسمتش که خودش اصلا خندش میگیره که رسیده به این، تعجب میکنه. حالا این جن زده است، دیوانه است، چیه تو این تنها اینجا وایساده نشسته اینجا. Ngamuk. بیشتر میخوره که بنده خدا یا جن زده شده باشه یا Ki, lihat Ki. دیوانه باشه، Bau Lam. ولی خودش اصلا تعجب کرده که اینو دیده. Ini sudah. Wah. Takutnya ngamuk Ki. داره علف میکنه انگار. Orang gila Lam. Apa? Dewi udutnya melas loh. Oh, dia rokok. Melas loh. Minum mau be. Minum. Rokok kan dia. اینا هم پیش میاد دیگه، همیشه که میره تو جنگل که Sama jenengan apa? نباید یه جن و روح دیوی چیزی باشه. اینا هم هستن. Ini apa ya? Melas loh Ki. Bukti kebukin ngomong malah ya. Iya. Salah paham. Bukti Ki. یه سری از قسمتش هم میرسه به یه سری حیوانایی که فرار میکنه میره. Center lo terlalu padang. اینا هم هست. Mana minta hilang kan? Ngamuk ngamuk. Iki kira kok ya. Kang, udut Kang. خندهش گرفته نمیدونه چی کار کنه اصلا. Ngempor berarti. Alah. Astagfirullahaladzim. Wah, mikir nek dhewe kenapa malah lebih ngamuk. Yora, Ben. ben. Ini bukti ya, ini bukti buat بلند شد رفت یارو. tuh. اینو گذاشتم خود رویتون عوض بشه که بعدی دیگه قشنگ میسازه Pernah sih. شبتونو. Udah dipin dulu lah.
Oh, apa iki sing dimaksud? Apa iki sing dimaksud nang wong kuwi yo? Ki kon wonge kon nonton iki. Bukti otentik iki. Allah. این ویدیو هم از یه آقای دیگه است Bertanya dulu sama که sosok ini. این آقا خیلی سال کارش، یعنی 2 ساله که حداقل داره ویدیو میذاره. Assalamualaikum. خواهرش هم توی این کار بوده. قبلا ویدیوهای قدیمیش خواهرش با خودش همراه بوده، با هم میرفتن، اما الان خواهرش جدا شده، اون داره دیگه برای خودش جدا کار میکنه. Sosoknya perempuan Mas Epi. الان میرسه به یه دونه از اینا Ini pocong perempuan. که اینو میخوابونه، این Kenapa? کفنش رو میخواد باز بکنه. Minta dibukakan. Apanya yang dibuka? این مراسمی که الان میخواد اجرا بکنه، Dia katanya حالا yang طبق dibuka. فرهنگشون، اعتقادشون، میخواد این مرده رو یه جورایی آزادش کنه، رهاش کنه از این گرفتاری که حالا توش هست، Bismillahirrahmanirrahim. مشکلش رو حل بکنه. Ya, harus kunci dulu Mas Epi. Bismillah. Baunya Mas Epi. تو فرهنگ خودشون یه سری طلسما، یه سری جادوهایی که میذارن این اتفاقا میفته، یه سری موجودا میان اینا رو در میارن. اصلا یه داستان خیلی پیچیده ای داره، ولی مردم خود اندونزی به شدت وحشت دارن از اینا. Coba lihat Mas Epi. Astagfirullah Mas Epi. Lihat, coba lihat. Astagfirullah. Astagfirullah Mas Epi. Ini sudah basah Mas Epi, baju Mas Epi. از بوی تعفن خیلی بدش میره عقب. میشه کاملا درک کرد که چه بوی اونجا هست. اصلا باز کردنش هم نه، همینجا توی یه همچین محیطی برسی به یه همچین چیزی که یه کفنی افتاده، خونی، گوشت بیرون، محیط اطراف رو ببینید، خودش وحشتناکه. بدنش هم تجزیه هم شده تقریبا، ولی البته بدتر از این به نظر من اونی بود که باز کرد سره رو، تو سرش کرم بود، کرم هم نشون داد. ویدیوهای ترسناک اینا رو هم داره دیگه، حتما که نباید یه صدایی بیاد که. Astagfirullahaladzim. Coba. Ke maju Mas Epi. Ke maju coba lihat. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Epi? Muntah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kok sekali pemirsa. تو کامنت ها بنویسید حتما برام که این ویدیوها رو خوشتون میاد، من بیشتر براتون بذارم. خیلی از این ویدیوها میتونم براتون بذارم. Baik, saya akan bantu kamu. Saya udah lepaskan semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Om, saya jadi kurang fokus nih Om. Apa nggak sebaiknya ditutup lagi Om itu Om? Bukan Om. Katanya dia mau dibuka Mas Epi. Katanya badannya panas semua. Ternyata sudah berair semua Mas Epi. Udah busuk semua. Baunya minta ampun.
Baik, saya akan membantu kamu. Saya akan mendoakan kamu supaya kamu terbebas dan bisa kembali ke asalmu. Kita bantu doa Mas Epi supaya sosok ini bisa tenang dan tidak mengganggu lagi Mas Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Om Janim. Hati-hati Om Janim. Astagfirullahaladzim. Coba diinin dulu Mas Epi. این مراسمش دیگه خیلی طولانی میشه. من یه قسمتی از اولش زدم، یه قسمتی هم از آخرش براتون میزنم. اینستاگرام رو حتما فالو کنید. Pori-pori تو kulit. اینستاگرام Keluar darah si Om. Emang dia itu استوری ما داریم. استوری یه سری صحنه‌هایی که شما از فیلم ها پیدا میکنید میفرستید، یا قبل از شروع فیلم ها من اطلاع رسانی میکنم. یه سری نکته تو اینستاگرام میذارم. lalu apa gimana waktu masih اینستاگرام بیشتر راه ارتباطی مونه. کسی میخواد به من پیام بده، Yang saya tahu sih ini seperti bekas ini Mas Epi ya. Apa namanya? Seperti koreng-koreng dulunya. Seperti kena penyakit apa namanya Mas Epi? Yang mengeluarkan darah itu bercak-bercak. خب اینا تموم شد. اینم خودش یه سبکیه. من یه قسمت دیگه هم گذاشته بودم، اگه دوست دارید و ندیدید حتما قسمت قبلیش هم ببینید. اگه دوست دارید اینا رو تو کامنت ها حتما بنویسید که من بیشتر از این ویدیوها بذارم. این دوتا ویدیوهایی هم که الان بهتون پیشنهاد میشه اگر ندیدید حتما ببینید، و اینکه سابسکرایب کنید کانالو یا مشترک. یه دکمه قرمزیه که نوشته سابسکرایب یا مشترک، برای اینکه من همیشه توی کانال از این سبک فیلم‌های ترسناک و یک سری داستان‌های ترسناک قرار میدم. هفته 4 تا ویدیو داریم.